فیل و سگ همزمان حامله شدن. 3 ماه بعد سگ 6 توله به دنیا آورد. 6 ماه بعد دوباره حامله شد و در ماه 9 چند توله دیگه هم به دنیا آورد و این روند ادامه پیدا کرد. در ماه 18 سگ اومد پیش فیل و پرسید: مطمئنی حامله‌ای؟ ما با هم حامله شدیم. من تا حالا 3 بار زایمان کردم و خیلی از توله هام دیگه بالغ شدن، ولی تو هنوز حامله‌ای. جریان چیه؟ فیل جواب داد: یه چیزی هست که باید بفهمی. چیزی که من تو شکمم دارم یه فیله، نه یه توله. من هر 2 سال یه بار زایمان میکنم. وقتی بچم پا روی زمین میذاره، کل زمین اونو حس میکنه. وقتی بچم از جاده رد میشه، آدما میایستن و با وجد و تحسین اونو تماشا میکنن. چیزی که من داخل شکمم دارم عظیم و قدرتمنده. اونو با یه توله مقایسه نکن. وقتی میبینی بقیه به جواب دعاهاشون میرسن، ایمانتو از دست نده. به موفقیت بقیه حسودی نکن. مقایسه کردنو بذار کنار. زمان تو هم میرسه. اگه رشد رو دنبال نمی کنی، احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمی بینی. ولی اگه این کار رو انجام میدی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.